شما باید هر روز صبح پاشین شکرگزار باشین. یه داستان کوچیک بگم چون این راجع به این شکرگزاری، این راجع به کسایی که توی مزرعه داشتن توی چین و ایشون یه اسب داشت، تو اسب یه روز گم میشه. بعد دوستان میگن که من پیش ایشون میگن چی شد اسب گم شد؟ گفت اشکال نداره، خدا رو حکمتی توش بود. اسبی که در رفته بود با دست‌های دیگه وحشی دوست میشه، 10 تا اسب برمیگرده. از یک اسب 11 تا اسب دارن الان. بعد ایشون پسرش سبه اسب وحشی میشه، وقتی میخواد بره پشت اسب میخوره زمین، پاش میشکنه. آدم روستا اومدن گفتن آقا ناراحت نشدی پسرت پاشی است؟ مصلحتی توش بود، خدا رو شکر زنده است، جسمش سالمه، زانو شاله شکست. به روز بعد از ارتش اومدن برای سربازی اینا، همه روستا که پسرها رو گرفتن یا نه ایشون نگرفتن چون پاش شکسته بود. ایشون جنگ نرفت. هیچ وقت تو شرایط ناراحت نباشین، ممکنه بد باشه و به نیکی ببینید.